اشتباهاتی که باعث میشه دختر به هیچ عنوان با شما وارد رابطه نشه رو میخوام توی این ویدیو بهتون توضیح بدم بچه‌ها. فقط ازتون خواهش میکنم که با دقت تمام حواستون رو بدین اینجا که سوء برداشت نکنید و کامل متوجه تک تک عناوین بشین. بی معطلی میریم سر وقت اولین اشتباه به شدت رایج که باعث میشه کلاً کار خراب بشه. خوبی کردن برای جلب توجه به صورت افراطی. اصلا افراط رو هم ما بذاریم کنار. خوبی کردن چه دلیلی داره که شما اول مسیر برای گرفتن توجه دختری بیای خوبی کنی؟ چه صنمی داری به آن آدم؟ اصلا اینا به کنار. بدترین قسمت میدونی کجاست؟ اینجاست که طرف با خودش میگه این آدم داره کارهایی میکنه که اصلا باب میلش نیست، چرا که این آدم با من صنمی نداره و میخواد با من باشه توی رابطه، پس داره این کارا رو میکنه تا من فقط بهش توجه کنم و بعد از اینکه به خواستش برسه این کارا رو دیگه نمیکنه و شما شاید صادقانه اون کارا رو بیای بکنی، ولی طرف فکر میکنه که کارهایی که داری میکنی فیکه. پس به هیچ عنوان خوبی رفیق اول مسیر نکن به طرف مقابلت. طرف میگه این آدم فقط داره نقش بازی میکنه. مساق دوم، تعریف از دختر. اینم بچه‌ها توضیحاتش دقیقاً مثل نکته اول بود. طرف میگه این همه دختر، این همه زیبایی دارن این افراد، چرا داره از من تعریف میکنه؟ چون تعریف میکنه تا توجه منو بگیره، تا به خواسته ای که داره برسه. بعدش دیگه از اون تعریف ها خبری نیست. این رو هم فیک میدونن دخترها بچه‌ها. اصلا تعریف تا وقتی که با طرف وارد رابطه نشدی نباید انجام بدین اصلا. شاید با خودت میگی خب چجوری ما با طرف وارد رابطه بشیم؟ این قضیهش خیلی مفصل و توی ویدیوهای دیگه کامل بهتون میگم که اول راه باید چی کار کنین. این جلسه فقط میخوایم اون اشتباهات رو بگیم. مساق بعدی، غیرتی شدن در اول راه. چه ربطی به تو داره رفیق من وقتی که با طرف صنمی نداری، تو رابطه نیستی، بیای غیرتی بشی؟ بدترین قسمت این نکته اینجاست که خیلی از اوقات دخترها بچه‌ها میان چیکار میکنن؟ میان شما رو تحریک میکنن تا شما غیرتی بشین. میان به شما میگن چی؟ فلانی اومد مزاحمم شد، فلانی فلان حرفو زد، فلانی اومد پیویم. کی؟ وقتی که اصلا بین شما دو نفر خبری نیست، اصلا شما با هم تو رابطه ای نیستین. این حرف رو میاد به تو میزنه تا ببینه عکس العمل چیه، ببینه چی تو فکرته، ببینه چه ریاکتی میدی. آیا اونجا عصبی میشی؟ آیا اونجا شروع میکنی به غیرتی بازی؟ خب تو اونجا غیرتی بشی چه اتفاقی میفته؟ طرف میگه این آدم چقدر حول منه، هنوز چیزی نشده غیرت داره روی من. و طرف فکر میکنه که چی؟ تو افتادی دنبالش. این تست رو میزنه تا ببینه طرز فکر تو برای اون آدم چیه، تو چه لولی فکر میکنی که هستی. حالا تو غیرتی شو، طرف دست بالا بعد برات میگیره. تو غیرتی میشی، طرف میگه این افتاده دنبال من. و اصلا خیلی از اوقات پیش میاد طرف وقتی چنین تستی میزنه بعد ببینه مرد غیرتی شده کلا بیخیال طرف میشه. اینجا به جای اینکه شما غیرتی بشی باید چیکار کنی؟ توپو بندازی تو زمین خود طرف. مثلا به طرف برگردی بگی که مثلا طرف میگه اومده پیویم فلانی، میگه خب چرا اومده پیویت؟ میگه به این دلیل به این دلیل. میگه خب چرا الان داری باهاش صحبت میکنی؟ اصلا نکنه ازت خوشش اومده. توپو میندازی تو زمینش، یه حرفی هم میزنی که طرف شرمنده بشه. تکنیک شرمنده سازی چیزی که توی پیج براتون توضیح دادم، توی یوتیوب هم فکر میکنم ریلیزشو براتون گذاشتم. باید طرف رو شرمنده کنی، طرف رو گناهکار جلوه بدی. اینجا وقتی تو بگی این حرفو طرف میمونه چی بگه. به جای اینکه تو تقصیر کار بشی، اینجا تو بیفته تو زمین تو و تو اونجا خراب کنی، تو میفته تو زمین خودش و طرف میگه عجب غلطی کردم که اومدم این حرکت رو زدم. خیلی حواست جمع باشه. فقط توی چنین موقعیتی توپو بنداز تو زمین خود طرف. تو رابطه هم که دیگه باید غیرتی بشی. اگه تو رابطه غیرتی نشی که اصلا کلن طرف اصلا ازت زده میشه رفیق من. فقط اول مسیر این اشتباهه، خیلی دقت کن. مساق چهارم، درخواست قرار وقتی که طرف رو جذب نکردی. این یکی از رایج ترین اشتباهاتیه که افراد میکنن و سر همین اشتباه دختر کلن قید اون مرد رو میزنه. چرا قیدشو میزنه؟ چون طرف وقتی
درخواست قرار میده، دختر با خودش فکر نمیکنه که این آدم صرفاً میخواد بیاد بیرون منو ببینه. دختر با خودش خیلی فکرای بدتری میکنه. و اینم بچه‌ها اینجا بهتون بگم، دختر جماعت از ما مردها خیلی ذهن منحرف تری داره. نمیتونم اینجا برات باز کنم، ولی این حرفی که زدم و در موردش باید بشینی با خودت فکر کنی رفیق. تو وقتی میگی فلان، طرف فکر میکنه مثلا شوخی جنسیه. تو شوخی جنسی که بکنی، طرف فکر میکنی داری سکس چت میکنی اصلا انگار. متوجهی؟ خیلی بدتر در نظر میگیره. ما مردها ذهنمون همه میگن انحرافش خیلی بالاست، ولی در اصلش دختر جماعت از ما ذهن خیلی منحرف تری داره. اینم حرف من نیست، اینو توی یکی از نظرسنجی ها بچه ها دیدم که خیلی هم معتبر بود اتفاقا. خیلی بچه ها پس سر این جریان حواستون باشه که اگه چیزی بینتون نباشه و درخواست قرار کنید، طرف کلن به خیالتون احتمالاً بشه. بعدش هم چیز دیگه که هست، تو اگه طرفو جذب کامل نکرده باشی، یه رابطه‌ای تقریبا شکل نداده باشی و درخواست قرار کنی، طرف فکر میکنه خیلی هم حولشی در کنار این حرفایی که زدم. طرف فکر میکنه خیلی داری لح میزنی تا فقط اون آدمو ببینی، که فقط 2 دقیقه با طرف بیرون باشی. این خیلی نکته مهمیه. اصلا بچه شما باید اونقدر جذاب باشید، اونقدر این مسئله جذب و خوب طی کنید که خود طرف بیاد به شما پیشنهاد قرار بده. اون موقع است که شما میفهمید جذابیت بالایی داری. وگرنه تو مجازی استارت بزنی 2 روز بعدش هم درخواست قرار بدی که هنر نکردی. باید لول جذابیتت اینقدر بالا باشه که خب جوش اینو نزن، به این لول میرسونمت. مساق بعدی، خود را خورد کردن برای خندیدن دختر. اینه که تو بیایی با خودت شوخی کنی، خودتو زیر سوال ببری تا طرفت بخنده. ببخشید این اصلا نمیتونم این حرفا بزنم، مثاله اصلا جاش اینجا نبود. تو رفیق خودتو خورد کنی تا یکی بخنده، تو فقط یه دلغکی برای اون آدم. دختر جبروت مرد رو میخواد، هیبت مرد رو میخواد، مردانگی و سلطه مرد رو میخواد. ما نمیگیم شما اخم کن برو بشین با طرف صحبت کن، برو بگیر طرفو بزن. البته اصلا زدن که مردانگی به حساب نمیاد، عقده‌ای بودنه. ولی بحث اصلی ما چیه؟ اینه که تو باید مصداق‌های شخصیتی جذاب مردانه رو کامل داشته باشی و شوخی با خود تمام اینا رو میریزه تو سل آشغال، انگار اصلا تو اینا رو نداری. و مهمترین ویژگی، مهمترین چیز در لحظه زندگی اینه که توجه اون آدم رو بگیری. این کار چنین چیزی رو به طرف منتقل میکنه. من یه بار یه محتوا توی پیج گذاشته بودم، تو پیج روابط. بعد یک نفر اومده بود کامنت گذاشته بود که آقا ما وقتی با خودمون شوخی میکنیم خیلی دیگران خوششون میاد. این حرف اصلا اشتباهه. خب تو رفیق شاید 1000 یک اشتباه بکنی و دیگران در ظاهر بخندن، در ظاهر حال کنن با اون حرف تو، ولی آیا تأثیری که در ناخودآگاه طرف به وجود میاد رو هم تو میبینی؟ نمیبینی. ببخشید توی دلقک که میره بالای سن نگاش میکنی میخندی، ولی خب کسی آیا با اون دلقک وارد رابطه میشه؟ نه نمیشه، چون میگه طرف دلقکه. این کار به شدت اشتباه. یکی از بزرگترین اشتباهات شوخ طبعی همین شوخی کردن با خوده. به هیچ عنوان بچه‌ها چنین شوخی نکنید. و اگرم تنها نوع شوخیتون همین بود که امیدوارم نباشه، اینو کلا بذارین کنار و محتویاتی که برای شوخ طبعی گذاشتیم رو بریم بخونین تا شیوه درست شوخی کردن رو یاد بگیرین. هم توی پیج روابط گذاشتم، هم توی چنل. مساق بعدی، قرار گرفتن در جایگاه پدر دختر. این بچه‌ها یه اشتباهیه که اصلا باعث میشه طرف مقابل کلهم اجمعین از شما زده بشه. یکی از بدترین اشتباهات همین پدر شدن برای دختره. خیلی بده. و اگه بخوام واضح‌تر بهت بگم یعنی چی؟ یعنی تو مثل یه پدر باهاش رفتار کنی، مدام جوششو بزنی، مدام نصیحتش کنی، مدام بگی این کارو کن اون کارو نکن، مدام حواست به آینده طرف بخواد باشه، بخوای طرفو هی بشینی زیر پاش که این کارو نکن اون کارو بکن، این کار برای آیندهت بده اون کار برای آیندهت خوبه.
اینا بچه‌ها اول مسیر اگه باشه کلا باعث میشه که طرف مقابل ازت زده بشه، بگه من خودم یه بابا دارم، این دیگه بابای دیگه میشه برای ما درست دیگه، پس ولش کن. توی رابطه شما خوبه که حواست به دختر باشه، شما خوبه که حواست به آینده نامزد و شریک عاطفیت باشه، ولی اگه اول راه شما چنین کاری کنی طرف خیلی خیلی از شما زده میشه. و یه چیز دیگه هم بچه در باب این مصداق بهتون بگم که دخترها بچه ها از رابطه اینو میخوان که خوش بگذرونن، از رابطه این رو میخوان که در لحظه زندگی کنن و ما مردها بیشتر از این که در لحظه زندگی کنیم برای آینده داریم زندگی میکنیم. چرا تایپ شخصیتی هرمس اینقدر برای دختر جماعت جذابه؟ کار ندارم به ویژگی های گفتاری این تایپ، به اونجاش کار دارم که تایپ شخصیتی هرمس، مردانی که چنین تایپی دارن در لحظه زندگی میکنن، جوش فردا رو نمیزنن، برای همین برای دختر اینقدر جذابن. و خب شما اول راه نباید این رو نشون بدی که فقط جوش فردات رو داری میزنی، جوش فردای طرفت رو داری میزنی. باید اتفاقا اول مسیر جوری کار کنی، جوری جلو بری که چی؟ داری در لحظه زندگی میکنی، برای حال ارزش زیادی قائلی. حال کردن اشغال نه، برای زمان حال منظورمه. خب یه چیز دیگر هم بهت بگم که اینجا سوء برداشت نشه. در عین حال که شما برای حال به طرف نشون میدی که ارزش زیادی قائلی، باید برای آیندت هم به طرف نشون بدی که ارزش زیادی قائلی، با تلاش کردن، با اولویت بندی. به طور مثال با اینکه طرف تا زنگ میزنه پیام میده جوابشو ندی، بگی سر کار بودم، یه بار بگی مشغول بودم داشتم فلان کارو میکردم، یا وسط چت یهو بذاری بری بگی من فلان کار پیش اومد باید برم. اگه اول مسیر چنین چیزهایی رو به طرف نشون ندی، طرف میگه فردا روز من با این آدم باشم، این آدم یه علاف بیکاره، یه علاف بیکار نباشه از کار در میاد، قیدتو میزنه. یکی از جذاب ترین ویژگی های مردانه اینه که برای فردات ارزش قائل بشی، ولی در کنار این جریان باید چی؟ یه به قول شاعر یه تعادلی هم حفظ کنی. این تعادل اگه نباشه به مشکل میخوری. هم نشون بده که آقا اهل عشق حالی، هم نشون بده که برای فردات ارزش قائلی. این دوتا در کنار هم قوقا میکنه رفیق. دوستتون دارم. از لایک و سابسکرایب یادتون نشه. حتما زنگوله چنل رو هم روشن کنید که به محض اینکه محتوا میاد بیرون، محتوا رو لود میکنیم داغ ببینید. نوشدارو بعد مرگ سهراب به درد نمیخوره، برای همینم هست که من اینجام. مواظب خودتون و خوبی هاتون باشید. عشقای داداش، دوستتون دارم.